در خدمت آقای زکریا هستیم، معاونت فروش گروه صنعتی شیررضا که تولید کننده محصولات صبحونه هستن. میخوایم در رابطه با چالش‌های فروش و مواردی که توی فروش تاثیرگذار هستش و به ما کمک میکنه که فروش بیشتری داشته باشیم و موانعی رو که باید حل بکنیم توی این صنعت با ایشون یه گپ و گفتی داشته باشیم. آقای زکریا سلام. سلام، ممنون از دعوتتون. به نام خدا. والا واقعیتش سوال من هم دیگه قبلش با هم صحبت کردیم. چالش فروش امروز توی صنعت ما متاسفانه زیاد شده، یعنی از چندین کاتگوری که همه دوستان میدونن خارج شده، کاتگوری ها زیادتر شده. امروز ما غیر از اینکه چالش های فروش تو تولید داریم، یعنی خیلی از شرکت هایی که تولید محور هستن نمیرسن و نمیتونن بنا به دلایلی که همه دوستان میدونن، دلایل ارزی، دلایل کمبود مواد اولیه است، فروش رو ساپورت کنن. اگر از این داغ همیشگی ما فروشی ها بگذریم، برمیگردیم به چالش هایی که امروز توی قسمت تبلیغات داریم. شرکت های پخش همه همکارای من درگیر هستن. چالش هایی که به خصوص تامین نیرو داریم، نیروهایی که وظیفه شناس باشن. من همیشه میگم نیروهای نسل قدیم، نیروهایی که امروز متاسفانه با یه دید اشتباهی وارد صنعت پخش میشن و خیلی سریع هم میخوان اون پله‌های پیشرفت رو طی کنن. نیروهای وفادار، نیروهای واقعا تلاشگر مثل جوانی‌های خودمون، این نیروها خیلی کم شده. بعد مورد بعدی ارتباط و دریافت خوب مشتری، حالا چه مشتریان در فروشگاه زنجیره‌ای چه در صنعت خرده فروشی، بازگشت‌های پول به شدت چالش‌زا شده که من مطمئنم همه دوستانی که صدای منو میشنون و توی صنعت پخش دخیل هستن حرف منو قبول میکنن که امروز دریافت پول به شدت سخت شده، برگشت پول به شدت سخت شده. میگم فروشگاه زنجیره‌ای اکثرا مشکل نقدینگی دارن. تو صنعت خرده فروشی هم متاسفانه رقابت هایی که تمیز نیست باعث شده که زمان برگشت پول برای فروش بهتر زمان به شدت بالاتر از آن چیزی باشه که عرف شرکت های تولید کننده است. اما من حیث المجموع همیشه پخش با همین چالشاش قشنگ بوده. همیشه پخش و صنعت فروش با داشتن این مشکلات و حل این مشکلات که زیبا میشه برای ماها که آلوده این صنعت شدیم. امیدوارم صدام خوب بیاد. این موزیک بالا سر ما هست و در صورت حل این نیاز به یک رفتار سازمانی مناسب داره بین تمامی تامین کننده ها که بتونیم یه دامنه و یک بازار رقابتی سالم رو ایجاد بکنن که بتونن تو اون بسته یه فرآیند تولید برسون و رسوندنش به دست مصرف کننده نهایی با کمک ماهایی که تو صنعت مشغول به کار هستی راحت تر بشه. امیدوارم این اتفاق هم بیفته. این چالش ها در اصل همیشه بوده هست و احتمالا حالا هم خواهد. خیلی ممنونم از شما آقای زکریا، لطف کردید. انشالله که بتونیم در آینده نه چندان دور یه تیم فروش رو توی ایران و توی مملکتمون نهادینه بکنیم که بحث فروش رو به صورت تخصصی انجام بدن، چون بحث فروش جدای از فروشی که توی مقولش هست بحث برندسازی هم هست. یه برند زمانی که خلق میشه باید یه ارزشی رو به مشتری ارائه بده که اون مشتری و حالا اون مصرف کننده نهایی بتونه به اون برند وفادار باشه. امیدوارم اون روز برسه. ان شاء الله. دست شما درد نکنه. مرسی.